هر ولی معصومی، هر مردمی حکومت ولی معصوم تشکیل دادن امتحانا رو گرفتن. آقا رسول الله اولین آزمونه بگید، اینم گفتم اقتصادی، شعبه، آزمون بعد آزمون جهاد. کجا؟ بدر، احد، خندق. تو احد سوتی دادن. به خاطر چی؟ به خاطر مطامع اقتصادی، به خاطر غنیمت. یعنی آزمون اقتصادی فکر نکنید تمام میشه بعد بعدی شروع میشه، ممکنه ادامه پیدا کنه. آزمون حکمیت، آیا حضرت رسول رو به عنوان حکم قبول کردن؟ بله، من دیدم روز قدیر گفتن تو رسول اللهی. حکمشو پذیرفتن، من کنت مولا فهذا علی مولا. ولی معصوم بعدی حکومت تشکیل داد کی بود؟ حضرت علی بعد از حضرت رسول. آزمون اول آزمونه گفت اگه بیام میگیرم همه چی رو بیت المال مساوی تقسیم کنم. ریزش کردن کی؟ طلحه، زبیر و غیره. بس نقط. خدمت شما عرض بکنم که آزمون بعد آزمونه جمل، صفین، نهروان. آزمون بعد آزمون حکمیت، حضرت علی را در صفین به عنوان حکم قبول کردن یا نه؟ گفتن. اصلا حکم قبولش نکردن، به مرحله دوم و سومش نرسیدن که آیا حکم باشه حکمشو بپذیریم یا نه. اصلا کلا ردش کردن رفت. ولی معصوم بعدی آقا امام حسن تو آزمون اقتصادی همشو ریختن، معاویه با پول همه رو خرید. دیگه به ولی معصوم بعدی نرسید. حالیت شده آروم آروم و لعناهم شدن، خدا لعنتشون کرد. آروم آروم دلاشون سنگ شد. امام حسن رو ریختن تو خیمش، سجاده از زیر پشت کشیدن پایین. امام زمان زمین خورد. میدونی چرا عادی داریم این حرف رو میزنیم؟ برای اینکه دلامون سنگه. ما هم از همیناییم. من دارم میگم امام زمان زمین خورد. ببین انگار ننگار. خب دیگه اینجا عهد خودشون دیگه خیلی تابلو شکستن. ولی معصوم و مردم کشتن. بنی اسرائیل هم رفت این فاز. 70 تا پیامبر چیکار کرد؟ کشت. امام زمان برای ظهورش کادر لازم داره. کادر نداشت امام زمان که وقتی ریختن پشت در حضرت زهرا رفت پشت در. به من و تو بگن امام زمان را افتاد از مکه رفت میخواد بره کربلا، باید بمیریم. چرا نمیمیری؟ دل سنگی از این لعن الهی باید بمیریم. تا موقعی که به سر بریدن ابا عبدالله داریم گریه میکنیم، داریم به خدا کد میدیم که خدایا اون امام زمانم اگه بیاد ما میسپریمش صاف دست وهابی. عزیز من، ماجرای قوم موسی خیلی ساده تر از ما بود. قوم موسی سرگردانیش فیزیکی بود، امامش دیدنی بود، ارزش زمینی. اون چیزی که میخواست بگیره ارز بود، زمینی بود جلو چشم. آزمونش شکم بود، گرسنگی فیزیکی بود نه گرسنگی فرهنگی. تا گشنش شد گفت این من و سلوا، این موسی، کو موسی جلو چشمون بود؟ این ارز موعود، کو ارز موعود؟ تو زیاد حالا ببینید تو چی میگی؟ تو دای ندبه بهت یاد ندادن بگی؟ این بقیت الله، این الحسن و این الحسین. میگه خاک بر سر ما، سالهم بعد سال، صادقم بعد صادق. اینا یک همشون هم راست. ای داده بیداد جلو چشمون بودن قدر ندونستیم. بله عزیز من، ما عینه ها رو داره یاد میگه بدبخت بفهم نداری، بیچاره بفهم نداری. قوم موسی فهمید نداره، عذاب او کمتر بود از ما چون فهمید نداره. من تو نمیفهم. امام زمان نیست مگه چشه؟ درسمو که دارم میخونم، دانشگاهم که قبول میشم، زن و بچه‌م میگیرم، یه شغل خوبم پیدا میکنم فلان جا. بود و نبودش چه فرقی میکنه؟ نمیفهمی نداری، در بدترین عذاب الهی ما داریم به سر میبریم.